در روسیه میخواهند محل زیست مهاجران در نزد مکتب و کودکستان ها نباشد. رئیس LDPR لیانید سلوتسکی در تلگرامش نوشت حزب آنها لایحه قانون در این باره را آماده دارد. وکیلان پارلمان نیا دارند بود و باش مهاجران در مسافه کمتر از 200 متر از مؤسسه های تعلیمی را منع نمایند. بجز این از نگاه سلوتسکی باید ثبت نام شهروندان خارجی در حدود مکتب ها و کودکستان ها اجازه داده نشود. رهبری LDPR از پرم مثال آورد که در آنجا تصمیم گرفتند بنای کودکستان را به خوابگاه مهاجران تبدیل دهند. مأموریت این بنا را همچون خوابگاه کارگران موقتا به کارخانه خصوصی به اجاره داده است. هرچند طبق سندها آن تا حال مؤسسه تعلیمی بچگانه باقی مانده است. در همین حال یوگنی فدوروف وکیل از حزب روسی واحد میگوید که زیستن در پهلوی مهاجران از زندگی با روسا امن‌تر است. و تاکید این وکیل مردم محلی با سبب آنکه رسانه‌ها تنها درباره اعمال بد مهاجران می‌نویسند آنها را مایل به جنایت می‌دانند. فدوروف می‌افزاید در مجموع شهروندان روسیه بیشتر جنایت صادر می‌کنند. زندگی در پهلوی مهاجران از زندگی با شهروندان میانه‌حال روسیه به خطرتر است. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در مارس سال جاری در روسیه بازبینی و تغییر بسیار قانون‌های وابسته به مهاجران و کارگران خارجی شروع شد که خصوصیت محدود کننده، تبعیض‌آمیز و هم پایمال‌کنی حقوق انسان را دارد.